خدایا دین فرستادی عمل که نکردیم، به ما گفتی اخلاق دین روش گوش که نکرد، گفتی اعتقادات دین، گفتی بیا با من حرف بزن، ما نیومدیم، گفتی بیا حرف منو گوش کن، نیومدیم، گفتی با من مناجات نمی کنی، گفتم نه، گفتی از بودنت با من خوشحال نمیشی. خدا گفت 1/10 اون خوشی که با دیگران داری هنگام بگو بخند نمیتونی 1/10 از اونو با من داشته باشی تو روز، نه 100، نه 1000. شد یه نیمه شبی به خاطر من بلنشی 2 دقیقه با من حرف بزنی. چند تا شبا نیمه شب با دوستات گفتیم و خندیدیم. چقدر داستانهای دنباله‌دار و رمان‌ها و مجلات رو خوندی. یه شب شد تو تنهایی که هیچکی نبود قرآن منو وا کنی بگی خدا یه چند کلمه‌ای با من حرف بزن، کلام تو رو میخوام بخونم. شد من که نکردم، هیچ کدوم این کارا نکردی. خب از جا تکون نمیخوری، باشه اب نداره، بازم من میام پیشت. ایها الناس قد اقبل الیکم، مردم اومد به سوی شما، شما که تکون نخورد. حالا ماه خدا اومد به سوی شما. شهر رمضان، رمضان میدانید یعنی چی؟ از حضرت سوال میکنن این ماه رو چرا رمضان نامیدن؟ رمضان یعنی چی؟ حضرت فرمودن به خاطر که یرمض فیه الذنوب، گناه ها درش آب میشه، ذوب میشه. رمضان اون شدت حرارت رو میگن، شدت حرارت. اون تو این شدت حرارت رمضان برای این نیست که منو بسوزونه، اومده گناه های منو بسوزونه که بعدن خدا آتیش منو نسوزونه. بعد فرمود رمضان اسمی از اسمهای خداست. خدایا تو آمدی پیش من به وسیله ماهت شهر رمضان. آی مردم خدا اومد، آی مردم این دفعه خدا با پیغمبرش نیومد، پیغمبر نفرستاد، این دفعه با ماهش اومد. خدا اومد. ما خیلی با خدا بد حسابی کردیم، خیلی بد بودیم. ملت فرار کنید خدا داره میاد. نه اومده این 30 روز با هیچ کی کار نداره، اومده بالبرکت و رحمت و المغفرة، اومده ببخشه شما رو، اومده ببخشه، اومده به زندگی برکت بده.